سلام به همه همراهان خوب و عزیز دکتر دارو. میخوام یه سناریوی آشنا رو براتون تعریف کنم. آخرای ترمه، امتحانا یکی یکی نزدیک میشن. کافه‌ها پر از دانشجوهایی هن که کتاب و لپتاپ جلوشونه. یکیشون که معلومه دیگه خیلی خسته از زیر لب غر میزنه. ذهنم اصلا کار نمیکنه. اگه فقط میتونستم یه چند ساعت درست حسابی تمرکز کنم عالی بود. دوستش یه لبخند مرموز میزنه، دست میکنه توی کیفش و یه ورق قرص در میاره. یه دونه بزن. ریتالینه. تمرکز تو 100 برابر میکنه و میتره کنی و اینجاست که ماجرای واقعی شروع میشه. حالا ریتالین چیه؟ قرص ریتالین رو احتمالاً اسمش رو زیاد شنیده باشین، به خصوص اگه دانشجو کنکوری یا شغلی داشته باشی که به تمرکز بالا نیاز داره. اما واقعا با چی طرفیم؟ ریتالین در واقع اسم تجاری دارویی به اسم متیلفنیدات، دارویی از دست محرک‌های سیستم عصبی مرکزی. یعنی میاد فعالیت مغز رو تحریک میکنه، به خصوص بخشهایی که مربوط به تمرکز، بیداری و تصمیم گیری هستن. در اصل این دارو واسه آدمایی ساخته شده که اختلال بیش‌فعالی همراه با کم توجهی یا همون ADHD دارن. توی این افراد مغز یه جورایی کمتر از حد نرمال فعالیت داره. متیلفنیدات کمک میکنه تا سطح مواد شیمیایی مثل دوپامین و نورابینفرین توی مغز بالا بره و باعث بشه فرد بتونه بهتر تمرکز کنه. اما مسئله از جایی شروع میشه که افراد سالم بدون اینکه واقعا اختلالی داشته باشن به سراغ این قرص میرن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا ریتالین انقدر محبوب شده؟ دلیلش ساده است: توهم تمرکز. خیلی ها میگن وقتی ریتالین میزنن انگار مغزشون از یه ماشین پیکان تبدیل میشه به یه لامبورگینی. حواس پرتی کمتر میشه، خواب از چشم میره، تمرکز میاد سر جاش. برای همین مخصوصا موقع امتحانات بازار قرص ریتالین داغ میشه. دانشجوها، کنکوریها، حتی بعضی کارمندا هم برای بیداری شبانه و انجام پروژه ها سراغش میرن، ولی هیچ کسی از خودش نمیپرسه که عوارضش چیه و مهمتر از اون آیا واقعا بی خطره؟ خب بذارید خیلی ساده براتون توضیح بدم. مغز ما به یه سیستم پیچیده از پیام رسانهای عصبی داره. دوپامین یکی از مهمتریناشه. این ماده مسئول حس لذت، انگیزه و تمرکزه. ریتالین با مهار بازجذب دوپامین باعث میشه مقدار بیشتری از این ماده توی فضای بین نورون‌ها باقی بمونه. نتیجه تمرکز بالا، احساس بیداری، کاهش خستگی و گاهی حتی سرخوشی. اما مشکل از همین جا شروع میشه. بدن ما با این میزان از تحریک سازگار نیست. تو روزهای اول شاید فقط دچار بیخوابی بشی، بعد ممکنه به سردرد، تپش قلب، اضطراب، کاهش اشتها و حتی تهوع دچار بشی. اما وقتی مصرف ادامه دار بشه، مغز یاد میگیره که عادی بودن یعنی داشتن دوپامین بالا. یعنی بدون قرص دیگه تمرکز کردن برات سخت میشه و کم کم دچار وابستگی روانی میشی. اعتیاد همیشه شبیه مواد مخدر سنگین شروع نمیشه، گاهی با یه قرص کوچیک شروع میشه و بدتر از اون وقتی ریتالین رو قطع کنی ممکنه با علایمی مثل افسردگی، خمودگی، بی‌حوصلگی و بیخوابی روبرو شی. اگه بخوام به تداخلات داروییش اشاره کنم باید بگم که ریتالین با خیلی از داروها تداخل داره. داروهای ضد افسردگی SSRI مثل فلوکسیتین، داروهای ضد فشار خون و مخصوصا الکل. ترکیب این داروها ممکنه باعث تشنج، بی‌نظمی ضربان قلب یا حتی حمله های عصبی بشه. همچنین افراد با سابقه بیماری قلبی، تشنج یا مشکلات روانی نباید اصلا به ریتالین نزدیک بشن. اینجا لازمه یه پیام از یکی از مخاطبین عزیزمون رو یادآوری کنم که اصلا همین موضوع باعث شد به فکر ساختن این ویدیو بیفتم. ریتالین رو ترم سوم دانشگاه شروع کردم. هدفم فقط یه شب مطالعه بود. اولش فوق‌العاده بود. 8 ساعت بدون پلک زدن خوندم. ولی بعدش عادت کردم. هر بار که میخواستم تمرکز کنم مغزم میگفت ریتالین کجاست. بعد از 4 ماه بیخوابی‌های شدید، لرزش دست و اضطراب شدید گرفتم. شبا با قرص خواب میخوابیدم، روزا با ریتالین بیدار میموندم. آخرش مجبور شدم برم روانپزشک رو ترک کنم. حالا اگه بخوایم سراغ دارو نریم چه راهکارها و جایگزین‌هایی داریم؟ اگه حس می‌کنی تمرکز نداری اول سراغ اینا برو. باید
خواب کافی داشته باشی و بدون که مغز بدون خواب مثل کامپیوتر داغ شده است. ورزش‌های هوازی خیلی موثرن و باعث افزایش طبیعی دوپامین و اکسیژن رسانی به مغز میشه. سعی کنین تغذیه مناسب داشته باشین. قند کم، پروتئین بالا، مغزها و امگا 3 رو تو تغذیه روزانه‌تون رعایت کنین. از تکنیک های مدیریت زمان، مدیتیشن و تمرین ذهن آگاهی استفاده کنین. همه اینا نه تنها تمرکزتو بهتر میکنه بلکه باعث میشن حس خوبتری هم به زندگی داشته باشین. در آخر باید بگم که قرص ریتالین مثل یه تیغ دولب است. برای یه عده نجات بخشه، برای یه عده کابوس. تصمیم با توه، اما بدون هیچ قرصی بدون هزینه نیست. ذهن و مغزت ارزشش خیلی بیشتر از یه شب بیداریه. ممنون که تو این ویدیو هم با من همراه بودین. اگه تجربه ای از مصرف ریتالین داشتین حتما تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. سوال یا پیشنهادی هم داشتین با کمال میل میخونم. لطفاً لایک هم فراموش نشه. خوشحالیم که شماها رو کنار خودمون داریم. تا ویدیوی بعدی مراقب ذهن و تمرکزت باش.